کرده در مقابلشان نمیتونیم. بعضی دزدی هایی هست که پروژه‌ای است، شما خبر نمیشین. مثل که در خانه کسی دزد داخل شده بود، گفت چی میکنی؟ گفت دول میزنم. گفت چه قسم دول میزنی که صدایت نمیشنوم؟ گفت فردا میشنوی. این پس خواب کرد، صبح خیز که در خانه هیچ چیز نمانده. اون به منازی که همگی صدای زیر فردا شنیدن. ما از این دزدی ها قسم دومش در جمهوریت زیاد داشتیم. بخش سومش فحشاست که در تیک تاک مروج شده و ایرا 99.9% خانما انجام میتن با نمایش دادن بدن خود، تحریک کردن احساسات مردم. و اینا چی میکنن؟ برشان گیفت میزنن و از این طریق برالا میگیرن. یعنی دزدی پت نیست، برالاست. تو را مجبور میسازد تو برش پول میتی. و نوع سومش خر ساختن است که آقای رضا آخرین تکنیک و بهترین تکنیک پیش برد. یعنی هم احساسات گرفت، هم افتخار وطن گفتیش، هم پروسه ملی گفتی و همه چیز گفتی، پول هم برش دادی. آقای محفوظ برادر عزیز ما یک ویدیو را پست کرد. پیام آقا که خدا انجینیر میگه که من خبر ندارم، این مرا نگفته که بگوی آقای قاضی خانی خودت میگم، یا آقای ملکه نگفته و جناب نادری شما را هم نگفته. این کسانی را میگن که برشان گیفت دادن. برادر ما پیشتر گفت، یکی از دوستا را گفت شیر به خانم رایی کرده بود برش. امیم در مقابل اینمی شیر، اینمی پاسخ ای آقا خدا انجینیر میگن. این یک بحث موضوع. بحث دیگه که ای جناب آل آمده مثلا لوگو جور کرده. خب ما این لوگو رو مثلا چی کنیم؟ انچه زیسا گفت، دوستا همه گفتن آلی در خانه بگذاریم، ای را دود کنیم، ای را تاویز کنیم در گردن ما، یک بدرد ما نمیخوره. و مسئله سیوم نادر صاحب، شما شخص سیاسی تقریبا نزدیک به 20 سال تجربه دارین. پروژه از اون اول یک پروژه مردمی نبود، پروژه سیاسی بود. زمانی که آقا موتر رنگ‌آمیزی کرد گذاشت، بلندترین مقام دولتی طالبا ملا یعقوب میره 5 لک افغانی را در مقابل رسانه ها دسترسی میته و تشویق میکنه و این آقا را میگه از طرف ما بخشش. شما این حال خودتون فکر کنین، همه دوستا اینجا با عقل و منطق حضور دارن. یک وزیر دفاع بلندترین مقام دولتی طالبا بیا بگه این پروژه ملی است، ما از تو حمایت میکنیم، 5 لک به این تحفه بده. آیا این 60,000 دلار که هفته 40 میلیون دلار به طالبا میایه داده نمیتونست که تو در قطر برو؟ چرا یک پروژه ملی که به افتخار افغانستان بود او به تیک تاک کشانده شد و به دست 4 تلوچک افتید که شما بیایی برای ما خیرات بده؟ یعنی یک پروژه ملی را ما به خیرات گذاشتیم که او مردم شما خیرات بده که ما برتان افتخار بیاریم. افتخار خونو را میگن که آقای رضا میره ورزش میکنه بیکار، مدال طلا میگیره پس در خانه میره بیکار. این را ما افتخار میگیم. او خونه آمده بود که برای ما پول پروتئین رای کنه که ما باز بدنم بزرگ شوه، وزن برداری کنم، باز بعد رو مدال طلا را بگیرم. آقای رضا موتری را که جور کرده او را به خیرات گذاشته و خیرات از کی میخواه؟ از کسی را میخواه که تو بیا یخن تپان کو، سینای تا کمک پیش بکش که پول برداری کنن، در عوضش ما به افغانستان افتخار بیاریم. آیا در دین مبین اسلام به خاطر تن فروشی او پول حلال می باشه؟ آیا در دین مقدس اسلام در فرهنگ افغانستان جسم فروختن در مقابلش افتخار ما قبول داریم؟ کدام از این کار قبول دارن؟ آیا ما میخوایم که خانم و مادرپالی ما بشینه و به نحو بچه را تحریک بکنه و با بگیم این پول که برای ما آمد ما و خانمم باز میگیریم یک شرکت جور میکنیم